سلام، وقتتون بخیر. به پایتون مور خوش اومدید. اینجا سعی میکنیم که در ابتدا یک ویدیو جامعی باشه برای اینکه بتونیم به قول گفتنی از کیوتی دیزاینر استفاده کنیم و اینکه فایل یو آی که حاصل میشه ازش رو بتونیم توی کد پایتونمون استفاده کنیم. به صورت کلی این ویدیو برای در واقع کیوتی دیزاینر و خود کیوتی نیست. پس انتظار داریم که یک ذره در مورد خود کیوتی و ویجتاش و حالا ساختارش یه چیزایی بدونیم. اوکی. کیوتی دیزاینر یکی از بخشی از نرم افزارهایی که در واقع همراه کیوتی کریئتور پیداش میشه و عموما اینا تول های کیوتی هستن که الان برای پای کیوت و خود کیوتی هم جواب میده. و اینکه ما میتونیم یک دیزاینی درست کنیم به صورت حالا یو آی تور و اینکه ازش استفاده کنیم بدون اینکه ایمپورتی انجام بدیم و هیچ ویجتی در واقع وارد کنیم. اوکی. من عموما از این سایت و چون یه ذره حجمش کمتره، این 31 مگا، اگر خود کیوتی کریئتور رو می‌خواستیم بگیریم حدود 1 گیگ اینا میشه و خب برای شروع این کافیه به نظرم. البته میشه از طریق پیپ هم اینستالش کرد و همه اینا رو هم آورد، منتها فکر کنم این راحت ترینه. حواستون باشه ممکنه فیلتر باشه یا هر چیزی یا تحریم باشیم، پس احتمال هست که از فیلتر شکن چیزی استفاده کنیم و اینکه حالا اینو داریم. پس عموما اینو دانلودشون میزنیم و دانلود که میزنی یه فایل اگزی پیداش میشه که نصبش هم راحته. حالا من چون نصب دارم دیگه ادامهش نمیدم و کار باش ندارم. پس کیوتی دیزاینر رو میشه از این سایت در واقع گرفت که توی لینک حالا میذارم توی کپشن ویدیو در واقع. و اینکه استفادهش هم خیلی راحته. حالا فرض کنید که من یک کیوتی در واقع دیزاینر رو باز میکنم بعد اینکه نصبش کردم و یه ذره ثبت میکنم. حالا چند نوع تمپلیت یا فرم وجود داره واسه کار کردن که عموما برای صفحه اصلی که یه همچین صفحه‌ای که فایل ادیت فرم الی آخر اینا رو داشته باشه مین ویندو هستش. پس میتونی حالا سایزش هم تغییر بدی و الی آخر. پس من همون مین ویندو رو انتخاب میکنم و کرییت رو میزنم. حالا صفحه رو در واقع به اندازه که میخوام میذارم و اینکه حالا میشه توش یه ویجت های انداخت. مثلا فرض کنید که میخواین که یک کیو پوش باتنی اضافه کنید و لیاوتش خیلی قشنگ و خیلی راحت تر هستش تا اینکه خودمون بنویسیم. میتونیم لیاوتی استفاده کنیم مثل ورتیکال که به صورت عمودی در واقع میچینه اینا رو. میشه از کپی پیست استفاده کرد، مثلا کنترل سی کنترل وی و همین که دو تا دکمه درست کردن. اینجا کلیک میکنم و اینجا میتونم در واقع یک گریدی بهش بدم و حالا خود این دو تا دکمه توی ورتیکال هستش. میتونم چند تا اسپیسر اینجا بزنم، مثلا بالا یا پایین که اونا بالاتر برن اگه فقط همین دکمه باشه. این دیزاینشه دیگه. حالا فعلا ما کاری با این نداریم اینجوری. و چیزی که واقعا لازم داریم اینه که حواستون بهش باشه اگر به کد بخوایم وصلش کنیم اینجاست توی قسمت آبجکت هایی که حالا آبجکت اینسپکتور رو که وجود داره. مثلا این دکمه رو نگاه میکنیم، کلیک کردیم اینجاست. قراره مثلا یه چیزی باشه مثل ثبت مثلا که عموما این وجود داره. مثلا میگم سابمیت، فارسی رو اینجا که قاعدتا قبول نمیکنه و مثلا یکی دیگه میگم حالا بگم باتن مثلا دو تا دکمه در واقع ایجاد کردم و میتونم دوبار کلیک کنم و اینو بزنم سابمیت یا اینجا حالا بنویسم ثبت مثلا که اون عملیات انجام بشه و اینم که مثلا دکمه 2 باشه. بس اینا رو که انجام دادم حالا سیو رو میزنم یا کنترل اس یا حالا اینجا میام سیو از میزنم یا سیو رو میزنم و جایی که فایلم قراره در واقع
ایجاد بشه که من میخواستم اینجا این کار رو انجام بدم. مثلا اسمش رو میذارم main.ui. حتما کنار هم باشن مگر اینکه شما آدرس ها رو در واقع کنار هم داشته باشید، یعنی یه آدرسی گذاشته باشید. ترجیحاً این دو تا یه جای معلوم باشه. پس الان یه چیزی سیو شد و حالا که سیو شد اینجاست. من چون VS Code رو اینجا باز کردم، پس اومدم در واقع اوپن فولدر رو زدم و همونجا باز کردم. یه فایل پایتون ایجاد میکنم و یواش یواش همه اینا رو در واقع وارد میکنم. پس یه فایل پایتون ایجاد میکنیم. حالا که ایجاد شد اینو که بستم کامل باز کنم. اوکی. پس اینو که داریم، یه فایل پایتون داریم، یه فایل UI مونه که اگر نگاه کنیم فایل XML در واقع. این همون دکمه ها و ثبت و این چیزایی که گذاشتیم مثل XML هستش که اینجا ذخیره شده. کاری که انجام باید بدیم اینه که یکی از حالا پایکیوت ها رو میاریم. مثلا من اینجا میخوام از پایکیوت 6 استفاده کنم. فرق نمیکنه فعلا برای این موضوع که کدوم باشه. از پایکیوت، خود پایکیوت در واقع، نه ویجتاش، UIC رو میارم که در واقع عملا تبدیل میکنه UIC UI اون رو به صورت حالا ویجت هایی که لازم داریم که وارد اصطلاحاً کارمون کنیم. خب مثلا من یه دو تا چیز می‌نویسم، فرم و ویندو، و اینکه اون فرم در واقع چیز اصلی ماه. این دو تا کلاس هستن، میتونید به ارث ببرید اگه میخواین، ولی خیلی من ساده میخوام برم فعلا. ارث بری رو اینجا کار ندارم. میگم UIC load UI type، بعد اسمش میذارم main.ui. این کار که انجام بدم یه اپلیکیشن هم که لازمه قاعدتاً برای پایکیوت یا حالا کیوت به صورت کلی، از from مثلا پایکیوت 6 اصطلاحاً کیوتی ویجتس یه ایمپورت میکنم یه دونه کیو اپلیکیشن رو. اپلیکیشنی که درست کردم عموما اپلیکیشن بالای بالا باید باشه، پس من میگم که یه اپی درست میکنم که کی اپلیکیشن باشه. فعلا هیچی بهش آرگومان نمیدم و این اپ ماه که بعدا میتونیم اکسیکیوتش کنیم یا اجراش کنیم. این بهترین روش نیست ولی خب حالا سعی میکنم که یک سری ویدیویی برای پایکیوت و کلی کیوت درست کنم که اینا رو داشته باشیم مثل کلی. منتها فعلا میخوام که کار را بیفته، پس یه ویندو و یه حس کلی پیدا کنیم. ویندویی که همیشه با کیوتی ویجت در واقع کیو ویجت در واقع ایجاد میکردیم عموما همون ویندوه. پس این ویندویی که اون بالاست همون ویندوه. حالا اون یو آی که داخلشه توی اون فرمه، پس من میگم فرم چون کلاسه یه نمونه ازش میسازم. پس فرم ویندو که کلاس های ما هستن، برای همین با حرف بزرگ من اینجا گذاشتم، ازشون در اون مقدار ایجاد میکنم. حالا میگم فرم دات setup UI که این یعنی الان اون فرمی که من دارم همه اشیایی که توی ویندو هستش رو داخلش داره و از این بعد میشه با فرم کار کرد. اوکی؟ پس عموما من میتونم الان میگم window.show و بعدش بگم که app.execute و این اجرا میکنه. یه جای خالی هم گذاشتم که میگم به چه درد میخوره. فکر کنم اینجا یک اتفاقی افتاده بود. اوکی الان مهم نیست. اینجا اکستنشنش رو فکر کنم حذف کردم یا حذف شده. حالا ببینم چشه. اوکی اگر اکستنشن وجود نداشته باشه میشه از اینجا رفت، مشکل نداره. پایتون بکنم تغییر کرده. پایتون هستش اکستنشنش، حالا اینکه اینجا نیستش. رانش اینجاست. نمیدونم چرا اینجا آمده.
میشه کلیک کرد، پس ران پایتون فایل میشه زد. این همون پلیه که اینجا هستش، مهم نیست، 1000 جا میشه این کارو کرد و میبینید که الان صفحه رو داریم. پس اون تنظیماتی هم که گفتم برای VS کد، این کد به صورت کلی برای اینکه UI رو بیاریم الان میتونیم کلیک کنیم یا هر چیزی. مثلا برای اینکه من الان بستمش، تعریف میکنم یه فانکشنی رو که اصطلاحاً سلات ما هستش، که اگر حالا فعلا هیچی پرینت سلام مثلا، فعلا خیلی ساده میشه خیلی کار رو انجام داد. اینجا میتونیم بگیم فرمی که دارم یک ساب میتی داره که اگر کلیکت شد، یعنی دارم سیگنال تعریف میکنم، کانکتش کن به اون فانکشن. پس یه همچین کاری انجام میدم، یعنی از این استفاده میکنم و گفتم که اینجا رو دقت کنید، گفتم که توی فرمی که آوردم یه دکمه سابمیتی وجود داره، یه باتن در واقع، که اگه کلیک شد کانکتش کن به فانکشن و الان این رو اجرا میکنم و ثبتی که میزنم این انجام میشه و عموما بقیه در واقع کاری که نیاز هست و میخوای انجام بدی رو میشه انجام داد و خیلی کار عجب غریبی نیست و کلی میشه کار انجام داد. منتها الان من سعی میکنم که باز میگم یه ویدیوهایی در واقع ایجاد کنم که هم بهتر بتونیم کار کنیم، چون این یه جوری شل قلم کار میشه و کارها سخت میشه. ولی خب برای شروع این بد نیست که یه حسی پیدا کنیم که چجوری میتونیم UI خوبی داشته باشیم که زود بشه این تغییر داد. مثلا من میتونم خیلی راحت بیام اینجا عملا چیزای دیگه هم اضافه کنم، مثلا تول باتنی، چه میدونم یه چیزایی، و اینو سیوش میکنم، کنترل اس میزنم و میبینم که اجرا میشه و اینا هستن و این چیز جالبیه که خیلی زود اتفاق میفته. اوکی، تا اینجا فکر کنم اوکی باشه. سعی میکنم که میگم این بخشا رو بیشتر توضیح بدم، بیشتر باز کنیم، یه پروژه درست حسابی تر در واقع پیدا کنیم که روش کار کنیم، ولی فعلا برای این UI خوندن این کافیه. اوکی، موفق باشیم.